دوستان خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم برای ویدیو خیلی جدید. خب دوستانمون این ویدیو به این حالته که میخوایم بریم با یه جایی بود که مسابقه میدادن، میخوایم بریم مسابقه بدیم. خب دوستان به نظر شما این ماشینم خوبه؟ آره، میخوام ماشین ایرانی بدم. میشه دور یک. خب دوستان اگه واقعا پارسواری یا توی کامنت ها بنویس پارس. اگه یه ماشین دیگه دوست داری توی کامنت ها اسم ماشین دیگه رو بده. خب دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره، چنل ما رو حتما ساب کنید، کامنت یادتون نره و زنگوله زیبا رو به صدا در بیارید. خب دوستان عزیز، کانال پس اما در همین یوتیوب در مورد دیلیبلینگ میذاره. من خودم در مورد دیلیبلینگ و کلاچه و در دیلیبلینگ میذاره. اونم خیلی پیج خوبیه به اسم ابوالفضل به انگلیسی ها. خب دوستان بریم برای شروع ویدیو. بچه‌ها یک نفر درست؟ آره بچه‌ها هوا روز آره ترافیک هم دیگه غیر فعال میشه. خب دوستان اگه تا این یا بالا شما یه لایک ها یه سابسکرایب کنید واقعا ممنون میشم و حتما ما رو فالو کنید. دوستان بود من راهشو بلدم والا نقشه نام کنیم نه دوستان. میبینین که بچه من خواهم با تیبا اینا مسابقه بدم. واقعا خیلی خوب میشه چون ماشینای خارجی بچه خدایی نمیتونم. ماشینای خارجی میخوام مسابقه بدم. آی بچه نمیخوام ماشینم واقعا خراب بشه. بچه برقی داره میزنه. خب بچه اوف بچه اینجا مگه نبود؟ بچه بعد دور بزنیم. چه برقی خدایی داره میزنه. چه صدای بالی در میانن. البته من پارس نیستم. بچه همطور گفتم تا هم میرسم مقصد شما لایک و سابسکرایب یادتون نره بکنید. دوستان واقعا این چیه یه لایک و سابسکرایب؟ همونطور که گفتم دیگه به کانال پسرمون که گفتم دنبال کنیم اونم حالا دنبال کنید. اینم تا من میرسم مقصد شما یه دنبال کنید و خودمون دنبال کنید و این لایک و سابسکرایب کنید. همین اصلا زحمت داره به شما؟ نه خدا اینا 5 دقیقه 1 دقیقه شاید طول بکشن. زحمتی داره؟ نه خدایی بچه اینا الان پسرمون کنارمه. هلو مثلا این کم انگلیسی همیشه صحبت میکنه دیگه هر خوش رفت بیرون. بچه رسیدیم به مقصد. یس میخوایم وارد مسابقه بشیم. بله تعداد مسابقه دهنده بچه بزنیم 1 2 3 بچه ببینیم تا چند تا داره. حالا 4 تا بچه میخوایم بزنیم 2 تا. خب تعداد دور یه دونه بچه ها. سختی حریف هم متوسط. شروع. دور دیگه هم بچه ببر فعلا ما کرده بچه ها. اون ویدیو قبلی من که بود که سرمون رفتم مسابقه دارم بچه من یکم فکر کردم زانتیو برداشته بود. شما شاید دیده باشین زانتیو خدایی موتور قوی داره واقعا. بریم سمت چپ. ای خدا میخواستم بچه نه الان میزنم جلو ازم. بزن بریم دور 1 از 1. واقعا 3 دور باید بریم یا 1 دور؟ بچه الان میشه 1 دور. بچه 1 دور. بچه اون وره نه بچه این ور نبود کن.
آها یس بچه رتبه شما 1 پاداشم 280. خب دوستان خیلی ممنون که تا این لحظه این ویدیو رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، واقعا اینا خیلی طول نمیکشن. زنگوله قشنگ هم صدا در بیارین. کانال پسرمون رو دنبال کنید، کانال خدا دنبال کنید. من که گفتم اگه دیسی میرسین ابوالفضل میاد بالا براتون. در مورد دریبلینگ من خودم در مورد دریبلینگ میذارم، خواستین نخواست. دوستان اگه تو زحمتی نیست این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی